در دنیایی که صلح و ثبات همواره در معرض تهدید، ارتش به عنوان حافظ امنیت و آرامش نقش حیاتی رو ایفا میکنه. قدرت و صلابت ارتش نه تنها در شجاعت و مهارت سربازان، بلکه در تجهیزات و تسهیلات مدرن و کارآمد نهفته است. حالا توی این ویدیو 5 از گرونترین و جدیدترین تسهیلات ارتش ایران رو معرفی کردم. گرونترینش رو آخر ویدیو گفتم، پس با من همراه باش. شماره 1 بمب هوشمند قاصد. قاصد یه بمب هوشمند 900 کیلوییه. بمب قاصد بمبی هوا به زمین هدایت شونده و دور برده که تا الان 3 نمونه از بمب‌های قاصد توسط نیروی هوایی ارتش رونمایی شده. بمب قاصد 1 با سرجنگی 2000 پوندی و برد 40 کیلومتری، بمب قاصد 2 با سرجنگی 2000 پوندی و برد 50 کیلومتری، بمب قاصد 3 به دلیل داشتن یک پیشرانه راکتی بردی معادل 100 کیلومتر رو پیدا کرده. شماره 2 زیردریایی مرطوب اعصابه‌هاد. زیردریایی مرطوب اعصابه‌هاد یکی از تجهیزات تاکتیکی در کلاس فوق سبک ساخت صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحه. این زیردریایی با ابعاد 8 متر طول و وزن بیش از 2.5 تن میتونه تا 10 روز به طور پیوسته در دریا عملیات انجام بده. این زیردریایی قادر تا عملیاتایی مثل نزدیک شدن سریع به دشمن، گشت شناسایی، پیاده کردن نیروهای ویژه، حمل و نصب مین‌های دریایی و همچنین هدایت آتش توپخانه را انجام بده. شماره 3 پهپاد یسیر. پهپاد یسیر پهپاد ایرانیه که با الهام از بوینگ اسکنینگر در سال 2013 در صنایع هوایی قدس توسعه یافته. این پهپاد برد کنترلی 200 کیلومتر داره و مداومت پروازش هم 10 ساعته. این پهپاد به وسیله دوربین‌های شناسایی با فناوری روز دنیا قادر به انجام عملیات شناساییه که این کار به کمک ویژگی‌هایی مثل وزن سبک، سرعت و قدرت تحرک بالا انجام میشه. یکی از توانمندی‌های ویژه این پهپاد رادارگریز بودن اونه، جوری که سیستم‌های راداری و پدافندی قادر به شناسایی اون نیستن. ممنون میشم واسه حمایت از من لایک کنی. شماره 4 پهپاد پلیکان. پهپاد پلیکان پرنده بدون سرنشینیه که توسط متخصصان نیروی دریایی ارتش طراحی و ساخته شده. به عنوان یک پهپاد دریاپایه این توانایی رو داره که به خوبی در عمق نفوذ کنه و مأموریت‌های خاص و گشت و شناسایی رو به خوبی و به طور کامل انجام بده. یکی از ویژگی‌های پهپاد پلیکان اینه که قابلیت نشستن روی آب رو داره. در واقع قدرت شناوری منحصر به فرد و مقاومت بالایی که در برابر نفوذپذیری در آب داره باعث میشه بدون هیچ اشکالی در شرایطی که شناور در نزدیکی پرنده وجود نداره روی آب فرود بیاد. شماره 5 موشک فکورنورد. موشک فکورنورد یکی از موشک‌های چند منظوره و پیشرفته ساخت ایرانه که به عنوان یک موشک هوا به هوا و هوا به زمین تو جنگنده‌های ایرانی مثل F14 تامکت و میگ 29 به کار میره. این موشک با طول 4 متر، سرعت 5 ماخ و برد عملیاتی در محدوده 100 تا 150 کیلومتری قادر تا در ارتفاع 100,000 پا از سطح دریا شلیک بشه و اهداف خودش رو رهگیری و منهدم کنه. حالا تو بگو تسهیلات ارتش آمریکا قوی تره یا ایران؟ نظرتو تو کامنت ها بگو. بهت پیشنهاد میکنم ویدیوی جدیدترین تسهیلات ایرانی رو هم حتما ببینی.